شنوندگان عزیز، گفتار هشتم روایت ها و رویدادها، گفتاری در مورد اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان انور الحق کاکل در مورد بدتر شدن اوضاع امنیتی پاکستان پس از خروج امریکا از افغانستان و تصاحب قدرت توسط طالبان است. در گفتار هفتم روایت ها و رویدادها، مناسبات طالبان و پاکستان را در این 2 سال به بررسی گرفتم و 12 نکته را در این مورد برشمردم. نکته مهم در آن بررسی این بود که پاکستانی ها برخلاف انتظار و توقعشان با وضعیت جدیدی در افغانستان روبرو شدند. آنها علی الرغم شور و شعفی که از خروج امریکا و حاکمیت مجدد تحریک طالبان افغانستان نشان دادند و آن را پیروزی خود در جهت تحکیم اقتدار و امنیت پاکستان محاسبه و تلقی می‌کردند، بعداً دریافتند که طالبان در کابل چندان مطیع تمایلات و خواسته‌های اسلام آباد به خصوص بر سر TTP که بزرگترین چالش امنیتی برای پاکستان است نیستند. حالا انور الحق کاکل، صدر اعظم موقت پاکستان، این دریافت را با صراحت بیشتر بیان می کند و در مصاحبه با تلویزیون جیونیوز پاکستان می گوید: فکر می کردیم با تسلط طالبان در افغانستان وضعیت پاکستان نسبتاً بهتر خواهد شد، اما بدتر شد. تسلیحات مدرن و پیشرفته امریکا که پس از خروج نیروهای این کشور در افغانستان بجا مانده است، نه تنها برای پاکستان بلکه برای منطقه تهدید بزرگی است و سلاح‌های بجا مانده امریکا در افغانستان در آینده چین، آسیای میانه و ایران را تهدید می کند و ممکن است آشفتگی بزرگی در منطقه ایجاد کند. خروج عجولانه امریکا از افغانستان باعث شد سلاح‌های دولت سابق و نیروهای امریکایی بجز طالبان به دست گروه‌های مسلح دیگر بیفتد. نکته جالب در اظهارات انور الحق کاکل، نخست وزیر موقت پاکستان، این است که ادعا می‌کند توانایی تروریست‌ها به حدی رسیده است که اگر سرباز ما، یعنی سرباز پاکستانی، انگشتش را تکان دهد می‌توانند هدف بگیرند. گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان یا TTP و جنبش آزادبخش بلوچ با سلاح‌های پیشرفته مانند تک تیرانداز و سلاح‌های مجهز با دوربین شبانه باقی مانده از امریکا دست یافتند و مجهز شدند. در 8 ماه گذشته 200 نیروی نظامی پاکستان کشته شدند. اما آقای کاکل، صدر اعظم موقت پاکستان، در مورد تروریست خواندن تحریک طالبان پاکستان بسیار بی انصافی می کند. تروریست خواندن TTP از سوی او غیر منطقی، ناموجه و غیر شرعی است. وقتی تحریک اسلامی طالبان افغانستان نظام و امارت اسلامی را برقرار کردند و بر سر آن 20 سال جنگیدند که پاکستان از آنها حمایت کرد و عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پیروزیشان را شکست زنجیرهای بردگی خواند، چرا تحریک طالبان پاکستان TTP چنین حق و مشروعیتی را نداشته باشد؟ چرا تحریک طالبان پاکستان این حق را نداشته باشند که در کشور اسلامی پاکستان نظام اسلامی و امارت اسلامی بسازند؟ اینکه به ادعای انور الحق کاکل TTP پس از حاکمیت طالبان در افغانستان نیرومند شده و با تسلیحات مدرن امریکایی مجهز شده اند یک امر طبیعی و مسلم است، مگر می توانست غیر از این باشد؟ حاکمان پاکستانی فکر می کنند
و فکر میکردند و توقع دارند که طالبان در کابل مطیع خواسته ها، تمایلات و سیاست های آنها باشد و TTP را دست بسته به اسلام آباد و راولپندی تسلیم کنند، آنگونه که آنها ملا عبدالسلام ضعیف سفیر حکومتی را که خودشان به رسمیت شناخته بودند با چشمان و دستان بسته تسلیم نیروهای امریکایی کردند. اما به نظر می رسد که این انتظارات پاکستان زیاده خواهی و غیر واقعی است. شاید اظهارات انورالحق کاکل، صدر اعظم موقت پاکستان، برای اعمال فشار و ترساندن طالبان افغانستان باشد تا آنها را مطیع مطالبات خود در مورد TTP بسازند. اما شواهد حکایت از برگشت ورق بازی پاکستان دارد. شاید زمان آن فرا رسیده باشد که پاکستان تقاضا بازی‌های دوگانه خود را در افغانستان پس دهد و خود در دام بازی‌های خودش اسیر و گرفتار شود. مار فسای هرچی فسونگر بود کشته شود، عاقبت از مار خویش.